آستا آستا فرمودن گرید اینجا خودش آدمای تبابت میکنن این لیچمنی راه خم میشه راست میشه میخیزید من این سنگا اصری سنگین همه خیلی آدما راه میساختن خانه هاشو از سنگ بود من اینو حاضر این زنی که دیستاده توقتی 79 ساله من راه گشتن نمیتونم گفتن علاقه 3 کیلومتر امروز همراه من راه گشتم یکی از عامل‌های سالمگردانی در آسایشگاه دکتر طاهری این راه گشتن مناسبت با طبیعت حرکت کردن اگر حرکت کردید عمرتون دراز میشه سلامتیتون نرم میشه میبخشید نام و فامیلیتون رو گفت میده با چند سال شما؟ احمد و دلبر جان. چند سال شما؟ من 79 ساله. 79 حاضر چند کیلومتر راه گشتید میدونه؟ نه حاضر قریب 3 کیلومتر راه گشتید نه گفتید که من راه گشتن نمیتونم خودتون نقص حس کردید حاضر؟ نه شما کدوم شهر؟ از کجا؟ شما چه خیلی حاضر حس کردید؟ شما علاقه 3 روز شده میشه بنیمت بهتر نه؟ سلامتیتون نقص انا حرکت میکنید خوش دیتی نقص اجرا میکنید 150 سال عمر میبینید دراز عمری در دست خود شما در دست طبیعت در دست خدا من طبیعت زیبا در روچه شوخ من اینجا گروه استراحت کننده ها ما هر روز اینا 1 ساعت 2 ساعت کوه ببریم راه میگردن آب مینوشن گیاها استفاده میکنن 100% سلامتیشو برقرار میشه سلامت باشید 100 سال شوید